فصل دوم. حکایت دیدار جوان با باغبانی سالمند. جوان به سوی شهر دولتمند آنی رهسپار شد. در حالی که ذهنش شتابی بیش از اتومبیلش داشت. دیدار این مرد تا چه اندازه دشوار بود؟ آیا به میهمانی ناخوانده خوش آمد میگفت؟ آیا شیوه اسرارآمیز دولتمند شدن خود را بر او فاش میکرد؟ به محض نزدیک شدن به خانه دولتمند، به رغم هشدار عمویش، کنجکاوی وجودش را فرا گرفت و معرفی نامه را گشود. از شدت ضربه حیران شد. تپش قلبش صعود کرد و عرق بر تنش نشست. نمیدانست که عمویش اشتباه کرده بود یا داشت با او شوخی میکرد، چون نامه فقط یک برگ کاغذ سفید بود. اکنون مقابل در ورودی خانه دولتمند ایستاده بود و متوجه نگهبانی شد. نگهبان چهره‌ای چون سنگ داشت، به اندازه دژی که از آن مراقبت می‌کرد نفوذناپذیر می‌نمود. نگهبان به خشکی پرسید چه خدمتی از دستم برایتان ساخته است؟ میل دارم دولتمند آنی را ببینم. آیا قرار ملاقات دارید؟ نه، اما پس آیا معرفی نامه دارید؟ جوان نیمی از نامه را از جیبش بیرون کشید و به سرعت دیگر بار آن را در جیبش گذاشت. نگهبان پرسید آیا می توانم نامه تان را ببینم؟ جوان کلمات عمویش را به خاطر آورد که اگر نامه را گشودی باید وانمود کنی که آن را نگشوده ای. نامه را به دست نگهبان داد که آن را خواند. چهرهش تماماً بی حالت به جا ماند. گفت بسیار خوب و نامه را به جوان پس داد. می توانید بیایید تو. نگهبان محل پارک کردن اتومبیل را نشانش داد و او را به سوی در جلویی خانه مجلل دولتمند که به سبک تئودورها بود هدایت کرد. مستخدمی بسیار خوشپوش در را گشود. پرسید آیا می توانم کمکتان کنم؟ می خواهم دولتمند آنی را ببینم. او در این لحظه نمی تواند شما را ببیند. لطفاً در باغ منتظرش شوید. مستخدم جوان را تا در ورودی باغی با استخی درخشان در وسط آن همراهی کرد. با تحسین از گلهای زیبا و بوته‌ها و درختها در باغ پرسه زد و آنگاه نگاهش به باغبانی افتاد که بر بوته گل سرخی خم شده بود. باید 70-80 سالی داشته باشد. کلاه حصیری لبه پهنی بر سر داشت که چشمانش را پنهان می‌کرد. آنگاه جوان به او نزدیک شد. باغبان از کارش دست کشید و با لبخندی به او خوش آمد گفت. چشمانی آبی و درخشان و شاد داشت. با صدای گرم و دوستانه پرسید برای چه به اینجا آمده ای؟ آمدم دولتمند آنی را ببینم. آهان، به چه منظور؟ البته اگر از سوالم ناراحت نمیشوی. خب، جویای اندرزش هستم. باغبان به سوی گل سرخهایش به راه افتاد. آنگاه ایستاد و از جوان پرسید راستی، آیا یک $10 همراهت هست؟ جوان در حالی که سرخ میشد پرسید $10؟ این تنها چیزی است که به همراه دارم. عالی است، فقط به همین مقدار نیاز دارم. باغبان بسیار با حیثیت مینمود. شیوه رفتارش سرشار از وقار و جاذبه‌ای بی‌نظیر بود. جوان پاسخ گفت به راستی میل داشتم آن را به شما بدهم، اما مشکل اینجاست که پول برگشتن نخواهم داشت. مگر می‌خواهید امروز به خانه برگردید؟ جوان حالا دیگر پاک گیج و حیران گفت نه، منظورم این است که نمیدانم. تا میلیونر آنی را ندیدم نمیخواهم از اینجا بروم. اما اگر امروز به این پول نیاز نداری، چرا اینقدر در قرض دادنش به من اکراه داری؟ شاید فردا لازمش نداشته باشی. کسی چه میداند؟ شاید دولتمند شوی. این استدلال به نظر جوان کاملا منطقی نیامد، اما پول را به دستش داد. باغبان لبخند زد. بیشتر مردم میترسند چیزی بخواهند و وقتی عاقبت چیزی میخواهند به اندازه کافی اصرار نمیورزند. این خطاست. در این لحظه مستخدم به باغ آمد و در نهایت احترام به پیرمرد گفت آقا، آیا میتوانید $10 به من بدهید؟ آشپز امروز میرود و اصرار دارد که مزدش را بگیرد. من هم $10 کم دارم. باغبان دستش را توی جیب گشادش کرد و یک دسته بزرگ اسکناس بیرون کشید. باید هزاران $، پول نقد به همراه داشته باشد، چون جوان به جز اسکناس‌های $100 چیزی ندید، مگر همان اسکناس $10 که روی آنها بود. باغبان اسکناسی را که همکنون از جوان قرض گرفته بود برداشت و به دست مستخدم داد.
که از او تشکر کرد. مطیعانه سر خم نمود و به سرعت به خانه رفت و ناپدید شد. جوان به خشم آمد. چگونه باغبان دلش آمد که آخرین $10 را که از او در این دنیا داشت، آن هم وقتی که جیب خودش انباشته از اسکناس‌هایی بود که به عمرش ندیده بود، برو باید. در حالی که می‌کوشید خشمی را که احساس می‌کرد پنهان کند پرسید: چرا از من $10 خواستید؟ شما که لازمش نداشتید. گفت: البته که لازمش داشتم. نگاه کن، هیچ اسکناس $10 ندارم. و با انگشت شستش شروع کرد به ورق زدن دست بزرگ اسکناس. امیدوارم تصور نکنی $100 به او میدادم. اصلاً چرا این همه پول با خود نگاه می‌دارید؟ باغبان جواب داد: این پول تو جیبی من است. همیشه برای فوریت‌های اضطراری $25,000 نقد با خودم نگاه می‌دارم. جوان مبهوت و خشمگین گفت: $25,000؟ ناگهان همه چیز روشن شد. مستخدم همیشه مؤدب، آن مقدار تصور ناپذیر پول تو جیبی؟ شما دولتمند آنی هستید مگر نه؟ باغبان پاسخ داد: اجالتاً، از آمدنت خوشحالم. اما به من بگو چطور شده که هنوز دولتمند نشده ای؟ آیا هیچگاه به طور جدی این سوال را از خود پرسیده ای؟ نه واقعا. خب شاید این نخستین کاری است که باید بکنی. اگر میخواهی در مقابل من به صدای بلند فکر کن. میکوشم مسیر استدلالت را دنبال کنم. جوان پس از چند کوشش سست این کار را رها کرد. دولتمند گفت: میبینم به فکر کردن به صدای بلند عادت نداری. آیا میدانی جوانانی بسیار به سن و سال تو همکنون دولتمند شدند؟ بعضی از آنها حتی میلیونر شدند. مابقی بر سر مرز نخستین $1,000,000 خود هستند. آیا میدانی که ارسطو اوناسیس در 26 سالگی که عازم انگلستان شد تا امپراتوری کشتیرانیش را برپا کند، همان وقت صاحب $500,000 در بانک بود؟ فقط 26 سال؟ بله، و وقتی کارش را شروع کرد فقط چند $100 به نام خودش پول داشت. ضمناً نه مدرک دانشگاهی داشت نه عمویی ثروتمند. اما حالا موقع شام است. میل داری به من بپیوندی؟ بسیار متشکرم، با کمال میل. جوان دولتمند را که به رغم سن و سالش گامهایش هنوز جهشی سرزنده داشت دنبال کرد. به اتاق نهارخوری رفتند. میز شام پیشاپیش برای 2 نفر چیده شده بود. لطفاً بنشینید. دولتمند به انتهای میز اشاره کرد. آنجا که او ایستاده بود معمولاً برای میزبان در نظر گرفته میشد. سمت راست میهمان جوانش درست جلوی یک لیوان ساعتی زیبا نشست که این شعار بر آن حک شده بود: وقت طلاست. مستخدم با صراحی لبریز از اشربه در دست وارد شد و جامهایشان را پر کرد. دولتمند جامش را بلند کرد و گفت: بیا به سلامتی نخستین $1,000,000 تو بنوشیم. جرعه‌ای نوشید، تنها جرعه‌ای که تمام شب نوشید و بسیار اندک غذا خورد. فقط چند تکه کوچک از یک استیک لذیذ ماهی آزاد. دولتمند از جوان پرسید: آیا از کارت راضی هستی؟ تصور می‌کنم. اوضاع اداره‌ام اندکی دشوار است. یقین حاصل کن که در انتخاب حرفه‌هایت مثبت باشی. همه دولتمندانی که میشناسم و در طول سالها تعداد قابل توجهی از آنها را شناخته‌ام، کارهایشان را دوست می‌داشتند. کار تقریباً برایشان فعالیتی لذت بخش بود، تفریحی دلپذیر. به همین دلیل دولتمندان به ندرت به مرخصی می‌روند. چرا باید خود را از کاری که تا این اندازه برایشان لذت بخش است محروم کنند؟ و به همین راحتی حتی پس از استغنای کامل هم کار می‌کنند. اما اگرچه باید از کارت لذت ببری، به تنهایی کافی نیست. برای دولتمند شدن باید از اسرار آن آگاه باشی. به من بگو، آیا به راستی معتقدی این اسرار وجود دارند؟ بله، معتقدم. بسیار خوب، این نخستین گام است. بیشتر مردم معتقد نیستند که کسب دولت اسراری داشته باشد. معتقد نیستند که میتوانند دولتمند شوند و البته حق هم دارند. اگر فکر کنی نمیتوانی دولتمند شوی، به ندرت دولتمند میشوی. باید با این اعتقاد آغاز کنی که میتوانی دولتمند شوی. سپس باید با شور و شوق طالب آن باشی. بیشتر مردم آماده پذیرش این اسرار نیستند. اگرچه این اسرار به کلامی بسیار ساده بر آنها فاش شود. بزرگترین محدودیت آنها کمبود تخیل خودشان است. به همین دلیل اسرار دولتمندی در همه جهان تا این حد حفظ می شود.
دولتمند ادامه داد: اندکی شبیه نامه ربوده شده در داستان ادگار آلن پوست. اما به خاطرش داری؟ داستان درباره نامه‌ای است که پلیس در جستجویش بود و هیچگاه نمی‌توانست آن را بیابد، چون به جای اینکه در جایی پنهان شده باشد، در جایی که ابداً گمان نمی‌رفت قرار داشت، در معرض دید. کمبود تخیل آنها و تعصبات ذاتیشان آنها را از یافتن نامه باز می‌داشت. انتظار نداشتند آن را در معرض دید بیابند. از این رو هیچگاه آن را ندیدند. جوان با دقتی مسحورانه به دولتمند گوش فراداد. در تب و تاب یافتن این اسرار بود. به هر جهت از یک چیز مطمئن بود. حتی اگر دولتمند به راستی راضی نداشت، قطعاً در ایجاد صحنه‌ای جاذب استاد بود.